سلام، امروز اومدیم بریم از چند تا از بچه‌ها بپرسیم ببینیم که برای چهارشنبه سوری چقدر هزینه کردن. حاضرین؟ بریم. خب بذار یه فرد مناسب پیدا کنیم. به یه آقا این جذاب وایساده. بیا بریم بی جلو. سلام. خوبه میای مصاحبه کنیم؟ بریم چی میگی؟ اسم خودتو معرفی کن. صدرام معرفی کن. صدرام مرادی. چند سالته؟ 13. برای چهارشنبه سوری کلا از اولی که خرید کردی تا الان چقدر هزینه کردی تقریبا حدودی؟ 500,000 تومان؟ بله. قصد داری بیشتر خرید کنی یا همینقدر بس رو نظر خودت؟ بیشتر. چیزای خطرناک گرفتی همین ساده؟ هر دوتاش میشه گفت. هر دو داری. آها. به نظر میارزه این همه هزینه کردی برای اینکه مثلا یه دقیقه بندازی تق سلاده؟ نه زیاد ولی خب. مثلا انگار به حالش میارزه. ببین خب من که موافق نیستم به خاطر اینکه در اصل ایران باستان در چهارشنبه سوری اینطوری بوده که چندین شعله آتش آماده میگن از اون شعله میپرن. من نمیدونم کدوم آدمی همچین فکری به ذهنش رسیده با بارود ترقه بسازه. خودت با کدوم ناموافقی؟ با همین ترقه‌های خطرناک یا با همون آتیشا؟ هر دوتاش خوبه. کدوماشون بیشتر تو چهارشنبه سوری انجام میدی؟ ما والا دوتاشو. هر دوتاشو انجام میدی؟ بعد مثلا برای آتیش مثلا خانواده هم جمع میشن یا فقط با دوستاتی برای این پریش از رو آتیش؟ با خانواده. میدونم که برای ترقه بازی با رفیقاتی یا تنهایی. اینو مطمئنم. آره باش دست شما در نکنه. نه به تصادف پویش جدیدی که تازه به این اومده توی ایران، نه به موبایل نه به پیامک توی جاده، یه پویش هم من رو انداختم، نه به آتش بازی خطرناک. من که اصلا موافق نیستم با این آتش بازی. همون آتش بازی سنتی ایرانیان که از آتش می‌زنن خیلی بهتره. شما نظرتون چیه؟ توی کامنت‌ها بنویسید، لایک و سابسکرایب یادتون نره.